تو این ویدیو داستان افرادی رو میشنویم که تونستن زمان دقیق مرگ خودشون و اطرافیانشون رو پیش بینی کنن. یکیشون با محاسبات ریاضی این کارو کرده، یکی با ستاره شناسی و بقیه هم با روش‌های دیگه. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. آبراهام دموهاو یه ریاضیدان فرانسویه که سهم زیادی تو شکلگیری نظریه احتمالات داشت. اون نه تنها از علم ریاضیش تو حل مسائل پیچیده استفاده کرد، بلکه به کمک اون تونست تاریخ دقیق مرگ خودش رو هم پیش بینی کنه. وقتی که اون پا به سن گذاشت، به تدریج تمام بدنش رو به فرسایش و پیری رفت. سیستم بدنیش طوری بود که هر چی پیرتر میشد، زمان خوابش هم به همون نسبت افزایش پیدا میکرد، طوری که هر روز 15 دقیقه به زمان خوابش اضافه میشد. اون با یه حساب سرانگشتی ساده فهمید که مجموع این 15 دقیقه ها تو تاریخ 27 نوامبر 1754 یه 24 ساعت کامل میشه و اون تو این روز تمام 24 ساعت رو میخوابه. بنابراین این تاریخ دقیقاً روز مرگش میشه. موضوع حیرت انگیز اینه که آبراهام درست تو همون روز که پیش بینی کرده بود از دنیا رفت. شوگر ری رابینسون یکی از پرابهت‌ترین قهرمانای بوکس آمریکا بود. داستان مشهوری هم در مورد اون وجود داره که میگن اون قبل از هر مسابقه یه لیوان خون گاو مینوشید تا تو میدون بوکس به بهترین شکل از پس رقباش بر بیاد. صبح روز یکی از مسابقاتش به مربیش گفت با وجود آمادگی بدنی قصد مبارزه با حریفشو نداره، چون تو خواب دیده که حریفشو میکشه. بعد از کلی کشمکش با مربیش، رابینسون برای مبارزه وارد رینگ شد و تو 8 مرحله حریفش جیمی رو شکست داد. اما تو مرحله آخر یه ضربه محکم به سر جیمی زد و اون بیهوش شد و قبل از رسیدن به بیمارستان جون خودش رو از دست داد و کابوس رابینسون به حقیقت تبدیل شد. مایکی ویلز نقاش و نوازنده معروف یک گروه راک بود که سال 2011 بعد از به اشتراک گذاشتن پیشبینی تاریخ مرگش تو صفحه توییتر توجه تعداد زیادی از مخاطباش رو به خودش جلب کرد. اون 26 سپتامبر 2011 تو صفحه توییتری خودش نوشت: خواب دیدم که 2 هفته بعد تو شیکاگو وقتی که خوابیدم بر اثر حمله قلبی میمیرم. اون علاوه بر این پیشگویی عجیب، یکی از نقاشی‌هاش هم به قیمت $250 تو فیسبوک به هراج گذاشت و گفت این قیمت تا وقتیه که من زندم، بعد از مرگم به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکنه. جالبه بدونید که 2 هفته بعد ویل